بسم الله الرحمن الرحیم. کورس جاوا اسکریپت را آغاز می‌کنیم. ماه دوم، یعنی کورس دوم از صنف وب دیزاین بعد از یادگیری HTML و CSS. حال بعدی و تکنولوژی دیگه که در قسمت کلاینت سایت برای دیزاین کردن وبسایت‌ها اهمیت داره را یاد بگیریم. معرفی و مقدمه را به این شکل میگیم، جایی که شما در کورس قبلی آشنا شدین زبان‌ها و تکنولوژی مختلفی را برای وب دیزاین، وب دیولپمنت استفاده می‌کنیم. چندین زبان داره که اونا رو به دو بخش عمومی کلاینت سایت و سرور سایت تقسیم بندی کردیم. گفتیم زبان‌های مثل HTML، CSS و جاوا اسکریپت اینا چی هستن؟ کلاینت سایت. و هدف از کلاینت سایت بودن چی بود؟ یعنی کدهای اونا در کامپیوتر خود ما در براوزر اجرا میشن و نیازی به اینترنت، نیازی به وب سرور برای اجرا کردن این کدها خوب وجود نداره. هر کدام از این زبان‌ها فانکشن‌های مخصوص به خودشان را داره کار کرد، هدف و وظیفه خودشان را دیدیم. اول از همه باید تگ‌های HTML را یاد می‌گرفتیم که بتونیم خود صفحات را بسازیم. وب پیج ها، صفحات توسط HTML ساخته میشن. عناصر و معلوماتی که در روی صفحه نمایش میدین از طریق تگ‌های HTML به وجود میاد، در حالی که وظیفه HTML فقط ساختن و وجود آوردن المنت ها بود، create، و اونا رو در روی صفحه نشان دادن، display. اما اینکه گفتیم استایل دیزاین تعیین کنیم، how to display، میخوایم چه قسم نمایش داده بشه، این وظیفه CSS بود. و این حال در مورد جاوا اسکریپت صحبت میکنیم، پروگرامینگ لنگویج وبسایت ها. در حقیقت دقت کردین که HTML و CSS هیچ کدام از این دو زبان پروگرامینگ نیستن و امکانات زبان‌های برنامه‌نویسی مثل شرط‌ها، حلقه‌ها، اری، فانکشن این مسائل را ندارن. اما جاوا اسکریپت چرا دقیقاً امکانات پروگرامینگ را داره و به این خاطر اگر بخوایم که در اینترفیس وبسایت، در ظاهر وبسایت چیزی را کار بکنیم که نیاز به پروگرامینگ داشته باشه، پس میایم از زبان جاوا اسکریپت استفاده میکنیم. این سه تکنولوژی کلاینت سایت بودن. همین معرفی بکنیم زبان دیگر هم که PHP هست، یعنی حداقل برای ساختن یک وبسایت، تکمیل کردن یک پروژه وب و خصوص یک وبسایت واقعی و داینامیک نیاز به هر چهار زبان ها داریم، هم HTML، CSS، جاوا اسکریپت و همچنان PHP. اما خب PHP در این کاتگوری قرار نمیگیره. برای اجرا کردن کدهای PHP مطمئن نیاز به وب سرور هست، نیاز به اینترنت هست، یعنی وبسایت باید به شکل واقعی و از جانب سرور اجرا شود. براوزر موبایل ها، کامپیوترها توانایی اجرا کردن کدهای PHP را نداره. و این به این خاطر گفتم که بدانیم PHP هم پروگرامینگ لنگویج هست، یعنی این دو زبان امکانات برنامه‌نویسی را دارن، جاوا اسکریپت و PHP. در حالی که اگه بخوایم چیزی را در کلاینت سایت، در اینترفیس، در فرانت اند، در ظاهر وبسایت پروگرام کنیم، باید از جاوا اسکریپت استفاده کنیم. اما اگه چیزی را خواستیم در جانب سرور سایت، یعنی در قسمت بک اند بیایم و پروگرام بکنیم، برنامه‌نویسی انجام بدیم، از زبان PHP استفاده می‌کنیم. پس اینکه زبان جاوا اسکریپت چقدر اهمیت پیدا میکنه، چون تنها زبانی که میتونه ظاهر وبسایت ها را در قسمت اینترفیس و چیزی که کلاینت سایت هست امکانات پروگرامینگ را به وجود بیاره و فقط زبان جاوا اسکریپت هست. در کورس HTML و CSS هم دیدیم، بارها اشاره کردیم که کدام مسائل و کارهایی که میخواستیم انجام بدیم میگفتیم نه توسط HTML و نه توسط CSS بلکه توسط جاوا اسکریپت انجام داده میشد. هر کدام از این زبان‌ها محدودیت‌هایی نداشتن که مثلا محدودیت‌هایی که در زبان HTML بود از نگاه تعیین استایل، دیزاین، چه قسم نمایش داده بشه رو گفتیم در CSS کار می‌کنیم و دیدیم که کار کردیم. CSS او خالیگاه‌ها و نقاط ضعف HTML تونست برطرف کنه. و بعد در CSS دیدیم خصوصا در درس‌های آخر برای ساختن انیمیشن‌ها، برای که بگیم یوزر کلیک کنه عکس العمل واکنشی نشان بدیم، او امکانات هم از عهده CSS خارج بود. در CSS نهایتاً می‌تونید هاور تعریف بکنید که زمانی که ماوس بالا یک جای قرار گرفت تغییری بیه، او تغییر هم یک تغییر بسیار ساده بود. اما اینا که توسط جاوا اسکریپت میتونیم واقعاً و اینترفیس وبسایت و داینامیک بسازیم. چون HTML و CSS پروگرامینگ لنگویج نیستن، پس هر چیزی که توسط دو زبان میساختیم شکل استاتیک را داشت، یک نواخت بود، یکسان بود، ثابت بود، یک حالت داشت. اما این شما میتونید توسط جاوا اسکریپت میگیم چه چیزی از وبسایت را فقط ظاهر وبسایت را، اینترفیس را، فرانت اند و داینامیک بسازیم. چون بدانید که توسط جاوا اسکریپت هم نمیشه یک وبسایت به معنی واقعی کلمه داینامیک ساخت. اگه بخوایم یک وبسایت کاملا داینامیک از نگاه دیتا، از نگاه کانتنت، از نگاه محتویات داشته باشیم، در صورت باید خوب از PHP استفاده بشه. اما جاوا اسکریپت این قدرتمندی را داره که بتونه شکل ظاهری اینترفیس وبسایت را داینامیک کنه و دیگه اون چیزی که میسازیم کاملا یک نواخت مثل HTML و CSS نباشه. این معرفی و مقدمه را برای جاوا اسکریپت بهتون گفتیم.
جاوا اسکریپت یک پروگرامینگ لنگویج مستقل و پاورفول نیست در حد جاوا، در حد سی سی پلاس پلاس، سی شارپ. و اینکه نام را میبینید جاوا اسکریپت، میدونید که فقط تشابه نام هست. این زبان هیچ ارتباطی با زبان پروگرامینگ جاوا که بیشتر برای سافت دیولپمنت و برای موبایل اپلیکیشن دیولپمنت مثلا اندروید به زبان جاوا نوشته میکنیم نداره. مطمئنا جاوا اسکریپت تنها زبانی است که فقط در وبسایت، در وب استفاده میشه برای وب دیولپمنت. و به این خاطر چون یک پروگرام نمیتونیم توسط جاوا اسکریپت یک اپلیکیشن مستقل، یک سافت مستقل را بسازیم، حتی خیلی اوقات برش استفاده کردن لفظ پروگرامینگ لنگویج هم شاید مناسب نباشه. بهتر است که بهش بگین اصلا اسکریپتینگ لنگویج، همونطور که در نام خودش هم کلمه اسکریپت آمده. فکر نکنید موضوع فقط در مورد جاوا اسکریپت است. همین مسائل در مورد PHP هم هست و PHP هم بیشتر به جایی که پروگرامینگ لنگویج گفته شود اسکریپتینگ لنگویج گفته میشه. دلیلش است که نمیتونیم توسطشون یک سافت یک اپلیکیشن مستقل را بسازیم. در نهایت هر چقدر کد جاوا اسکریپت یا PHP نوشته بکنین فقط میتونه در داخل براوزر اجرا شود، نه به عنوان یک سافت مستقل. اما این دو زبان اسکریپتینگ لنگویج ها هم امکانات برنامه‌نویسی را دارند. گفتیم شرط ها، حلقه ها، اری، فانکشن، سویچ، وایل، فور. این موضوعات هم اگر قبلا یک زبان پروگرامینگ خواندین آشنایی دارین. کلماتی که گفتم در جاوا اسکریپت و PHP وجود داره که برای شروع هر کدام از این کورس ها تشویشی نداشته باشین. این موضوعات هم میخوانیم مطمئنا. این تاپیک های پارت اول از درس کورس جاوا اسکریپت شما JS بیسیک هست، یعنی اساسات اولیه پروگرامینگ. به این موضوعات هم اگر قبلا پروگرامینگ خواندین خب صرفا یک یادآوری میشه براتون، و اگر هم قبلا نخوانده باشین میتونید امیالی موضوعات که مربوط به برنامه‌نویسی هستند و یاد بگیریم. جاوا اسکریپت برخلاف دو زبان قبلی HTML و CSS کیس سنسیتیو هست. یا یک تفاوت دیگه، در حالی که کد HTMل و CSS میگفتیم فرقی نمیکرد حروف بزرگ یا کوچک نوشته کنیم، ولی سازمان جهانی وب توصیه کرده بود که بازم لاور کیس از حروف کوچک استفاده کنیم. پس اونها اینسنسیتیو بودن، اصلا حساس نبودن. در حالی که این دو زبان بعدی جاوا اسکریپت و PHP از جایی که پروگرامینگ هستن اینا باز کیس سنسیتیو هستن، حروف کوچک و بزرگ برشان اهمیت داره. پس در نوشتن کدهای جاوا اسکریپت باید دقت بیشتری بکنیم، چون یک حرف کوچک یا بزرگ میتونه اشتباه شه و اصلا دیگه کار نکنه با کدی که نوشته میکنیم. اگر پروگرامینگ لنگویج ها را خواندیم میدانیم یکی از زبان های برنامه‌نویسی مثل سی، سی پلاس پلاس یا جاوا را میدونیم که زبان های برنامه‌نویسی هم از نگاه دیتا تایپ ها به دو نوع تقسیم میشدن. کدام انواع؟ استریکت تایپ پروگرامینگ لنگویج ها و لوزلی تایپ پروگرامینگ لنگویج ها. استریکت را معنا کنیم قید، محدود، سختگیر. بله، زبان های مثل سی، سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا، عموما زبان هایی که در بخش سافت انجینیرینگ، سافت دیولپمنت استفاده میشن اینا استریکت تایپ هستند. در قسمت دیتا تایپ ها بسیار سختگیری میکنن. یک واریبل میسازیم باید حتما نوعیتش مشخص کنین، یک فانکشن میساختیم باید نوع بازگشتی تعیین میکردین، اری میساختیم، لوپ میساختیم حتما باید نوعیت معلومات رو که عدد صحیح از اینتجر یا عدد اعشاری، فلوت یا استرینگ مشخص میکردیم. و خب او زبان چک میکرد که غیر از او نوعی که تعیین شده هیچ نوع دیتای دیگه را قبول نمیکرد، ارر میگرفت. این در مورد پروگرامینگ لنگویج هایی که بیشتر برای سافت استفاده میشن. اما یک تا زبان های دیگه داریم که اونا لوزلی تایپ هستن. معنا کنیم لوز، از دست دادن، باختن. پس اهمیت دیتا تایپ ها اینجا از دست رفته، رنگ باخته. و این زبان هایی هستن که بیشتر در وب استفاده میشن مثل جاوا اسکریپت، مثل PHP و فقط البته این زبان ها نیست، پایتون و دیگه زبان ها هم شامل میشه. و اگه ببینیم بیشتر زبان هایی هستن که در بخش سافت دیولپمنت استفاده نمیشن بلکه در بخش وب دیولپمنت استفاده میشن. پس در اینجا این زبان ها دیگه به دیتا تایپ ها اهمیت نمیدن. دقت کنید، نه اینکه دیتا تایپ ها در این زبان ها وجود نداشته باشه. خب مطمئن در جاوا اسکریپت هم ما با اعداد سر و کار داریم، اعداد صحیح، اعداد اعشاری، اینتجر، فلوت، استرینگ. اما دیگه نیاز نیست که دیتا تایپ را مشخصا شما تعیین کنید، بیان کنید. مثل که بخوایم یک واریبل بسازیم دیگه در جاوا اسکریپت نمیگیم int x یا float x یا string x مساوی به چی، بلکه می از کیورد واریبل استفاده میکنیم. ما اینجا واریبل رو معرفی میکنیم بدون دیتا تایپ، اصلا ما مشخص نکردیم که x از چه نوعی باشه. پس مطمئن در آینده میتونید در x هر دیتایی هم ذخیره بکنید، هم یک عدد صحیح، هم عدد اعشاری و حتی استرینگ کلمات و هر مقدار دیگه هم که باشه. یک مثال کوچک و کوتاه در مورد لوزلی تایپ بودن زبان ها. در زبان هایی که واریبل ها را بدون نوعیت مشخص تعیین میکنیم پس اون زبان ها لوزلی تایپ هست.
و مطمئنا این کار برنامه‌نویسی این کار پروگرامینگ را آسان می‌سازد و به این خاطر است که وب دیزاین یا وب دیولپمنت نسبت به سافت‌ویر انجینیرینگ سافت‌ویر دیولپمنت آسان‌تر هست مطمئنا برای نوشتن کدها. ولی بازم اینجا شرط‌ها، حلقه‌ها، این مسائل داریم، اما به شکل بسیار ساده‌تری از اون چیزی که شاید قبلا شما در پروگرامینگ خوانده باشید. خب این معرفی زبان جاوا اسکریپت. سوالی نداریم؟ جاوا اسکریپت زبان برنامه‌نویسی اسکریپتینگ لنگویج وب هست در مجموع دیگر و تمام وبسایت‌های مدرن امروزی از جاوا اسکریپت استفاده می‌کنند. بعد از یادگیری جاوا اسکریپت می‌تونید دیگر فریم‌ورک‌ها و لایبرری‌هایی که وجود دارند و هم یاد بگیرید. یا در شروع کورس یک معلومات براتون بدم. هدف از این کورسی که ما فعلا می‌خوانیم این مدت یک ماه آشنایی با خود زبان جاوا اسکریپت است. بیسیک یادگیری اساسات فاندامنتال تهداب خود زبان جاوا اسکریپت است. و از این زبان یاد گرفتیم گفتیم میتونید از لایبرری ها از فریمورک های دیگه استفاده بکنید مثل جیکوئری و مثل آجاکس که فریمورک نیست، لایبرری نیست، بلکه یک تکنیک هست. اما جیکوئری دقیقاً یک لایبرری هست، کتابخانه از کدهای جاوا اسکریپت است. حتی میتونید موضوع رو فراتر از این ببرید و بتونید فریمورک های خیلی پیشرفته تر دیگه رو مثل نود جی اس یاد بگیرید، انگولار جی اس یاد بگیرید، ویو جی اس یاد بگیرید. زیاد است تعدادشان فریمورک ها، لایبرری هایی که بسیار پیشرفته است و بسیار میتونید وبسایت های پروفشنال، حرفه‌ای و مغلق را توسطشان به وجود بیاریم. اینا لایبرری ها یا کتابخانه ها فریمورک های جاوا اسکریپت است و برای کار کردن با اونا ابتدا باید زبان جاوا اسکریپت یاد بگیریم. خواستم این موضوع را در شروع بهتون بگم که اهمیت یادگیری زبان جاوا اسکریپت واضح شود. پس وقتی زبان جاوا اسکریپت یاد بگیریم و خود زبان را میتونیم مستقیما کد نوشته بکنیم و همچنان میتونیم از دیگر تکنولوژی هایی که اونا کدهایشان توسط جاوا اسکریپت نوشته میشه هم استفاده بکنیم. موضوعاتی که گفتم در این قسمت براتون تا حد زیادی معرفی شده. most popular programming language است واقعا جاوا اسکریپت یکی از پر استفاده ترین زبان ها است در وب و اینکه کدهای جاوا اسکریپت هم کراس براوزر هست، توسط همه براوزرها یکسان اجرا میشن، مشکلی از بابت ساپورت نداریم و یادگیری بسیار آسان هست. و چند مثالی که اینجا آمده کار کرده بهتون که میشه گفت فانکشنالیتی های جاوا اسکریپت را آشنا شویم که چطور محتویات در روی صفحه نشان بدیم، چطور بتونیم به ایونت ها واکنش عکس العمل نشان بدیم، میتونیم توسط جاوا اسکریپت محتویات تگ های HTML را تغییر بدیم، میتونیم که بیایم ایمیج تصاویر را تغییر بدیم، یک انیمیشن بسیار ساده یا بیسیک به این شکل به وجود بیاریم که اینا همه جزء درسای ماست و در ادامه میخوانیم. حتی توسط جاوا اسکریپت میتونیم بیایم و استایل ها را تغییر بدیم، استایل ها که توسط CSS تعیین میشه. بله، اما جاوا اسکریپت یک مقدار توانایی و قدرتمندی را هم داره که بتونه در قسمت CSS و استایل ها هم تغییرات را بیاره. یکی از بزرگترین موارد استفاده جاوا اسکریپت در همه پروژه های وبسایت امروزی ولیدیت کردن، اعتبار سنجی، گفتیم قبلا هم چک کردن. یکی اگه فارمی میسازیم توسط HTML عناصر تکست باکس ها را بله باید HTML بسازه، توسط CSS هم بهشون استایل و دیزاین تعیین میکنیم. اما برای استفاده اگر دیتا یوزر بیه و در اون فارم دیتای دروغی، غیر واقعی و نادرست را تایپ کنه باز چی؟ پس میتونیم به این فارم ولیدیشن از طریق جاوا اسکریپت انجام بدیم، صحت و درستی و دیتا را چک بکنیم. بعضی از امکانات یعنی فانکشنالیتی جاوا اسکریپت در تاپیک اول که اینترودکشن هست براتون معرفی کرده که بدونید زبان جاوا اسکریپت این امکانات را داره و برای این دلایل از او در وبسایت ها استفاده میکنیم. اما تشریح موضوع نشده، مثال کار نشده. در مورد ایونت ها بعدا مفصل میخوانیم، انواع مختلف ایونت ها را در مورد استایل CSS میخوانیم، مدل دوم را براتون معرفی میکنیم، داکیومنت آبجکت مدل که از طریق اون میتونیم هم به تمام تگ های HTML دسترسی داشته باشین و وقتی که دسترسی پیدا کردین استایل های اونا رو تغییر بدین یا بیاین محتویاتشون رو تغییر بدین و یا هم ایونت هایی رو در موردشان هندل بکنید. خب این معرفی خود زبان جاوا اسکریپت بود. در ادامه باز میایم به درس‌های عملی که کدهای جاوا اسکریپت در کجا نوشته کنیم و چه شکلی نوشته کنیم، داخل کدام تگ قرار بدیم، تگ اسکریپت در هد نوشته کنیم یا در بادی. یکی اصلا کدهای جاوا اسکریپت میشه در فایل اکسترنال جداگانه نوشته کرد و مسائل بعدی. این موضوع دیگه تاپیک های مشخص درسی ما را در کار با جاوا اسکریپت تشکیل میدن. فقط تاپیک هوم و اینترودکشن براتون گفتم، معرفی و مقدمه که آشنا بشین با زبان جاوا اسکریپت، تاکید کنیم به اهمیت این زبان که برای ساختن یک وبسایت، تکمیل کردن یک پروژه وب کاملا ضروری و حیاتی است. اما قدر که HTML یک وبسایت اهمیت داره، CSS اهمیت داره، جاوا اسکریپت هم حتما اهمیت داره. تقریبا میشه گفت هیچ وبسایت را نمیشه تکمیل کرد یا پروژه‌ای را مگر اینکه از جاوا اسکریپت هم در او استفاده بشود.
خب سوالی نداریم برای معرفی؟ لایبرری هست، بله. بوتسترپ رو نام نبردم چون ترکیبی هست. بوتسترپ هم میتونیم بهش لایبرری یا فریمورک بگیم که ترکیبی از هم CSS و هم جاوا اسکریپت است. در حالی که سه تکنولوژی دیگه که نام گرفتم جیکوری، آجاکس و نود جی اس اونا خالص و فقط جاوا اسکریپت هستن. اما بوتسترپ برای یک لایبرری ترکیبی است که هم در بوتسترپ ما کدای جاوا اسکریپت از قبل نوشته شده و آماده داریم و هم کدای CSS از قبل نوشته شده و آماده. و بعضی که جاوا اسکریپت یاد گرفتیم، بله خیلی خوب است که بیاین در وقتی که پروژه های وب را کار میکنین از این تکنولوژی هم استفاده بکنین. تکنولوژی خیلی مشهور و محبوبی است، تقریبا امروزه بازم در همه وبسایت ها از او استفاده میشه. شاید اولین دلیل استفادهش اصلا یک کمی هم صحبت کردیم فکر کنم در کورس CSS، رسپانسیو ساختن لیاوت یا دیزاین هست. و اصلی ترین دلیلی که امروزه توصیه میشه که حتما از بوتسترپ در وبسایت ها استفاده بکنین، چون خواص خیلی خوبی رو برای تعیین کردن و دیزاین خود لیاوت داره. ارزهای ثابت گفتیم تعیین نکنیم، در موبایل به یک شکل نشان داده بشه، در تبلت، در کامپیوتر و شکل دیگه. بوتسترپ همین امکان را داره، رسپانسیو دیزاین و هم باز کامپوننت ها و موضوعات آماده CSS و جاوا اسکریپت هم داره که برای استفاده دیگه نیاز نباشه یک وب دیزاینر، یک پروگرامر وقت زیادی را صرف کنه و به همه مسائل را از ابتدا از صفر نوشته کنین. نه، بوتسترپ اینجا بعدا میبینین که کامپوننت های آماده هم داره، منوهای آماده، مسیج های آماده، پنل های آماده و کدا قبلا به زمان جاوا اسکریپت نوشته شده همچنان CSS. پس لازم است برای استفاده از یک تکنولوژی اول مقدمات او رو یاد بگیرین، خود فریمورک بوتسترپ و این دو زبان نوشته شده دیگه. پس این زبان ها رو یاد بگیرین و راحتی میتونین از اون فریمورک هم استفاده کنین. سوالی اگر در معرفی داریم؟ درسمون